کرواتا منو یاد شطرنج میندازن. فکر کنم چراییشم مشخصه. اگه قبل از تورنمنت‌های دهه 90 میلادی اسمی ازشون نشنیدین تعجب نکنید، چون تازه اوایل اون دهه به استقلال رسیدن. سال 94 بود که سر و کله میروسلاو بلاژویچ که از قضا برای شما ایرانیا، یعنی منم ایرانی هم دیگه، برای ما ایرانیا یادآور خاطرات زیادیه، پیدا شد و تیمو حسابی رو آورد و حتی تو مسابقات یورو 96 یه قدم مونده بود که به جمع 4 تیم اول برسن. اما در جام جهانی 98 فرانسه با داوور شوکر و زوونیمیر بوبان و رفقا تبدیل شدن به بزرگترین شگفتی جام و خیلی از مردم دنیا تازه فهمیدن مملکتی به اسم کرواسی هم وجود داره. تیمشون روی سکوی سوم جام قرار میگیره، در حالی که تیم فرانسه قهرمانه و برزیل دوم. ولی خب اگه فکر میکنید این یه شروع پرقدرت بوده، سخت در اشتباهید، چون اونا 2 جام جهانی بعدی رو از گروهشون هم بالا نیومدن و بدتر از اون حتی پاشون به آفریقای جنوبی هم نرسید. بازیکنای کرواسی این وسطا یورو 2008 هم داشتن که بازم مثل سال 96 نشد. البته کلا بعدش هم تا جام جهانی 2018 هیچی نشدن. رفیق برانکو، ایشونو میگم، زلاتکو دالیچ که اومد، به دنیای سیاه و سفید کرواتا یه رنگ تازه پاشید. سال 2018 نایب قهرمان جهان شدن. تنها تیمی که جلوشون دووم آورد فرانسه دشان بود. 4 سال پیش هم که تخصصشون رو دوباره اجرا کردن، بازم برنز جهان نصیب کرواتا شد. خلاصه حالا باید ببینیم تو آخرین جام مودریچ کرواسی میتونه کلکسیونشو تکمیل بکنه.